یکی از مراکز تحقیقاتی وابسته به شورای مصلحت نظام گزارش کرده است تا 1404 19 میلیون نفر معتاد خواهیم داشت. در اون صورتی که اکثریت حاکم می شود معتاد. پس بنابراین هر کدوم یک وافوری چیزی بخریم که اون زمان اگر کسی معتاد نباشه دستگیرمون میکنن. ولی به هر حال اگر بخواهیم که دستگیر نشیم تا اون زمان اینا حاکم بشن، خب با عضو طایفه اونا باشیم. اگر بخوایم تو اون طایفه نباشیم باید درمان اعتیاد رو ملی کنیم، فراگیر کنیم. اینو به دقت بنویسید. فقط یه نکته خیلی مهم، حتما قبل از شروع دوره درمان با کارشناسان کادر تحقیقاتی فردوسی ما تماس بگیرید، مشاوره به شکل کامل براتون انجام بشه تا تحت پوشش کادر تحقیقاتی ما قرار بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتیاد سوداست، یعنی به وسیله تریاک، چون گرم اول و سرد آخره، هی خونو گرم میکنه خوش میکنه، گرم میکنه خوش میکنه. اگر بخوایم با تریاک زندگی کنیم، هر چی که بر عمرمون میگذره باید مقدار مصرفش بیشتر کنیم. از این خشک کننده تر شیشه است که با سرعت زیادی خشک میکنه خون رو. از این خشکتر کراک که انقدر خشک میکنه که ناپیوستگی سلولی ایجاد میشه، بدن سوراخ میشه. درمان اول باید بدن را با خوراک گرمی ها گرم کرد. میوه ها مثلا انگور داد، خرما داد، موز داد، ببینید آب سیب داد. اینها تو غذاها غذای گرم، تو غذای گرم کننده نوزدهنده سودا، نوزدهنده یعنی ذوب کننده، سرکنگبین بدید روزی 4 تا 6 لیوان. به محض که دید تیرگی لب برطرف شد، تیرگی چهره برطرف شد، یعنی میزان سودای خونش اومده پایین، خودش بی علاقه میشه به مواد مصرفی. حالا بگید مقدار مصرفتو کم کن، حالا هر چی از سلطشو کم کن، بعد به تدریج نصفش کنیم، به تدریج 1/4 به تدریج پاک، یعنی به 0 برسونید. این افراد رو به سادگی بدون درد، بدون ناراحتی میشه توی خونه ترک بدی. و در اثنای این کار حجامت عام 2 مرحله، حجامت ساکرال 1 مرحله، فاصله حجامت عام، حجامت ساکرالش یعنی حجامت کمر 2 هفته باشه، حجامت سر 1 مرحله. وقتی که حجامت سر گرفتی دیگه فرد معتاد علاقه به مواد مخدر نداره. این ترک اعتیاد این نیست که نکشه، ترک اعتیاد اینه که علاقه نداشته باشه، باید بی علاقه بشه. وقتی بی علاقه شد این درمان کامله. و اگر بتوانه در این اثنا ورزش منجر به تعریق بکنه، بدوه به تعریق، خیلی عالیه. من درمان کردم این رو به سادگی، بیماری‌های متعدد رو، سرکنگبین رو به روش‌های مختلف به خورد اینا بدید. اگر نمیخواد بیاد ترک کنه، همین دستوری که به شما دادم، اگر همین الان بیاد تو مطب منم همین رو بهش میدم. پزشکای ما همه این اونایی که ساده درمان هستن اینجوری میدن. حالا یه عده میدن با کارهای دیگه میخوام پول زیادی بگیرن، بمانه. اون درمان همینه. شربت عسل و آب لیمو، شربت عسل و گسمزه ها، اینها هم قوت بهشون میده، هم علاقهشون رو کم میکنه به مواد مخدر. این 60 سال 10 تا دیگه هم بمونه. نه 10 تا نی، 99 تا اینجا. آره خیلی، آره سال. بقیش انشالله فرصت دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات.